سطر به خاطر خودم انتخاب کردم، برای آخرتم آباد چیدن، برای مقصد وقتی که سطر بنده میکنه ایروی سطرش هر کس مقصد و بچه‌ش بعد نگاه هم نمیکنه، سلامش پر علیک میگیرن. بعد که وقتی که اگر مقصد حوزه قانون برای که سطر واقعا من میکنیم در این کار به حد من غمگین میشم، زیق میشم. با خاطر که ای کودک اختیار دهیم بود که من باید سطر کنم برای مقصد آباد کردن هم این دنیا و هم آخرتم. در پیش حقوق و قانون و قاعده همه بنده برابره. وقتی که مقصد یک لوچ میگرده در او کاردار نمیشون و یکی از محکمه در او کاردار میشن، ایش هم آری آداب نیست. التماس حقوق ما را باید پایمال نکنه. ما همچون در هم پیش خداوند، در پیش همین بنده ها، در پیش همین کلان شونده ها التماس میکنم تا اگر در کار شوه نماز را میخوام، دعا را میکنم که میگم بهترین چیز در دنیا یا دعا کردن، دعا میکنم که همین سطر من نکنم. من با اختیار خودم پوشیدم، مرا هیچ کس مجبور کردگی نه. من که پوشیدم برای